در کودکی، یعنی این معمول ترین است و این هم همین خیلی تاثیر میکنه در مناسبت با شوهر. چون ما رو زیاد پسندگی هستن، امروز ما در خود باور نداریم، خودمون رو زیبا حس نمیکنیم، خودمون رو دلکش حس نمیکنیم. ندای باغ اگر بینیم که در تلفن شوهرمون یگم زن دیگر نوشته ایستاده است، یا اینکه شوهرمون یگم زن دیگر گرفتگی است، یا اینکه نمیدونم یگم معشوق پیدا شدگی است، تمام دیگر تماما خودمون رو فراموش میکنیم، تماما از اون قدرتی که ما داریم، از اون زیبایی و دلکشی و از اون چیزایی که ما داریم عموما دیگر ما استفاده نمیکنیم و برای که همون چیزای کودکی هست که بله من بزیبم، یعنی که همین خیلی مثلا مذوق مسخره همین خیلی میکرد. و چیزی که گفتیم اینقدر معمول نیست ولی خیلی هست، کسایی که در کودکی دیدگی هستن تراوما ازمنی، این که دیگر طبیعی است. اینم وقتی که شما پدرتون همین رفتار کرده که باشد قدیم مادر، شما این رو دارید، شما هم میشه در اضطراب، در ترس و ناباوری به شوهر باور نمیکنید. اگر وای حتی قسم هم خورد که به هیچ کس گپ نمیزنم، شما باور نمیکنید، فقط حیات شما همین خیلی تبدیل افتگی است به نظارت از پشت شوهر، به تلفن های شوهر رو گفتن و همیشه تحت کنترل شدید شوهر رو قرار دادن. خب یعنی این این یک گویم که زنجیره بود که شما فهمیدید که برای چی امروز نیاز است که با اون تروماهای کودکیمون کار کنیم، با اون تروماهای کودکیمون رو اساس نوک کنیم، از اونها رها شویم. و یک چیز خیلی مهم رو میخوام تاکید کنم که شوهرای ما و یا مجبور نیستن، نیابیازنی، خب و یا وظیفه دار نیستن که این آسیب‌های روانی ما رو تبابت کنن. آنها ممکن نمیفهمن که ما چی احساس داریم، ما چی حس کرده ایستاده ایم. و دیگر نقطه مهم، شوهرهای ما پسیخولوگ یعنی که روانشناس ما نیستن، ولی تو میتوانی برای خودت اولین کسی باشی که خودت به خودت گویی که بله من تو رو میفهمم، من میفهمم که تو ترس داری، من میفهمم که تو در اضطرابی، من میفهمم که تو ضیق میشوی، من میفهمم که یه خیلی وقت تو خودت رو دوست داشته حس نمیکنی، ولی تو تنها نیستی، من با تو هم. یعنی که شما اولین نفر باشید که در لحظه های سخت‌ترین زندگی اولین کسی باشید که خودتون دست خودتون رو گیرید. یعنی منتظر نباشید این رو از شوهر، منتظر نباشید از دیگر نفرها.